یه وعده غذایی بدنساز هم باید سریع آماده بشه، هم باید عضله ساز باشه که تمام این خصوصیت‌ها رو این وعده داره. این یه ترکیب خفن، سریع، عالی و پرپروتئین، عالی واسه وعده صبحونه و وعده سحر ورزشکارایی که روزه میگیرن، چون حس سیری خیلی خوبی بهتون و پروتئین و کربوهیدراتتون رو تامین می‌کنه. چه بچه‌هایی که میخوان چربی بسوزونن، چه بچه‌هایی که میخوان افزایش حجم و وزن بگیرن، میتونن هر دو از این ترکیب استفاده کنن با یک تفاوت و تغییری که آخر ویدیو به توضیح میدم. اول بریم نحوه آماده کردن این بشقاب خوشگل رو بهت آموزش بدم. یه ظرف نیاز داری که 2 تا خرما رو پوست بگیره و اینجوری لهش کنی، مواظب باش ظرفت خط نیفته. یه لیوان شیر بهش اضافه کنی و ترکیب برندمون با جای 2 سره و پودر کاکائو میذاریم داخل گاز. با شعله ملایم هم میدیم، دوباره وقفه ایجاد میکنیم، هم میدیم، وقفه ایجاد میکنیم، هم میدیم تا بافت حلیمی شکل برسه. تخم‌مرغ‌هایی که آب پس کردیم رو برمی‌داریم. حالا با یه موز و مغز دلخواه که من از پسته استفاده کردم اونها رو تزیین کنیم. تخم‌مرغ‌ها رو پوست میکنیم و این بشقاب ما آماده شده. خب حالا بریم سراغ تفاوتاش. این چیزی که میخوام بگم بچه‌ها از نظر علمی نمیتونه واسه همه باشه. باید هر کس برنامه شخصی خودش رو داشته باشه، در طول روز کالری‌هاش کنترل بشه، نه فقط یک وعده. اما به طور کل بچه‌ها که میخوان چربی بسوزونن، این بشقاب رو 4 تا سفید با 1 دونه زرده استفاده بکنن و این بشقاب اوتمیل رو بیان خرماش رو حذف بکنن و به جای یه دونه موز نصف موز استفاده کنن. مغزش رو هم، مغزی که روش گذاشتیم برای تزیین، اون هم حذفش بکنن که کالریش بیاد پایین. اما بچه‌ها که میخوان حجم و وزن بگیرن، اینا پروتئین خیلی زیادی نمیخواد بخورن. بچه‌ها که لاغر میخوان وزن بگیرن، پروتئین بالایی نمیخواد استفاده بکنن. 2 تا تخم مرغ با زرده استفاده بکنن و این بشقاب اوتمیل دقیقاً همینطوری داشته باشن که بتونن کربوهیدرات، چربی و کالری خوبی رو دریافت بکنن. اگر از این ویدیو خوشت اومد یه دونه قلب برام کامنت کن، پیجمو فالو بکن، چون اینجا آموزش‌های خیلی مهمی داریم.